این سنت الهی بوده که زمانی که یک انسان در دنیا یک غم دارد و او غمش این است که چگونه ما باید رب خدا راضی بکنم. راضی کردن رب گاهی اوقات با قیمت جان انسان تمام میشد، اما مسلمان باکی ندارد از این که چگونه از دنیا میرد. مهمی است که در راه الله و به خاطر الله، به خاطر رضای الله، به خاطر پخش و نشر عقیده توحید و یکتاپرستی و انشاءالله العزیز که ابو عبیدالله متوکل یکی از جمله اون مجاهدین و مبارزین و علما و دعوتگرانی است که در کابل ما و در افغانستان ما عقیده توحید را به اهتزاز در آورد. نعره تکبیر! هر انسان حضور انبوه مجاهدین و مسلمانان مبارز و دعوتگر که در اینجا حضور دارند این نشان دهنده ای است که انشاءالله العزیز ابو عبیدالله متوکل به نزد الله تایید است. این حضور گرم شما مسلمان ها، این حضور صمیمانه و مخلصانه شما نشان دهنده ای است که راه متوکل ادامه دارد. این یک نفر و دو نفر و 5 نفر نیست، میلیون ها نفر است که با جان و دلشان این راه را انتخاب کردند و با قیمت جانشان این راه را طی میکنند. اما این ما متوجه هستیم الله ما و رب ما و خالق ما عزیز ذو انتقام هست. الله سبحانه و تعالی انتقامش یا در دنیا یا در آخرت میگیرد. ما به این باور هستیم که یک روز ما در پیشگاه الله استاد میشیم، همه ما در پیشگاه الله استاد میشیم. شاید یک تعداد مردم در قتل و در کشتن مولوی عبیدالله متوکل شاید بس سنگ زده باشد و توقع ثواب هم داشته باشد، اما این را متوجه باشین هر حرکت ما، هر عمل ما، هر سخن ما، هر نیت ما در پیشگاه الله محاسبه میشد. هر انسان مسلمان باید این را متوجه باشد. هر انسان باید این را بفهمد که زندگی ما، مرگ ما و عزت ما و ذلت ما از جانب الله است. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. اون مقدار عمری را که الله سبحانه و تعالی بر یک انسان تعیین کرده 1 ثانیه هم کم و زیاد نمیشد، 1 ثانیه هم پس و پیش نمیشد. ولی مسلمان اگر از توی سوال شود که در چه راه قرار داری، راهی که تو میری چه راهی هست، مسیری را که تو طی میکنی چی مسیری هست، مهم نیست ما چی وقت از دنیا میریم، مهمی است که در راه الله و به خاطر الله از دنیا بریم. هر زمانی که انسان به خاطر الله باشد، مرگ و زندگیش به خاطر الله باشد، این انسان دنیای خوبی هم دارد، آخرت خوبی هم دارد. الله سبحانه و تعالی به همه من و شما توفیق عمل نصیب بکند. دوستای دیگر هم هستند. اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.